دیدم جوانی که به مادر می گفت کی خواهی به زیر خانه قبرت خفت. از دست تو من خسته و افگار شدم، از زندگی دل مانده و بیزار شدم. تابوتم من نمان بس است ای مادر، تا کی تو کنی زندگی را خون جگر. برخیز که تو را خانه پیران ببرم، شاید که ز من رفت شود دردی سرم. خلص که جوان چنین نمود با مادر، با آرزوی کم شدنی مشکل سر. دستش بگرفت به خانه پیران برد، چندی نگذشت که مادرش آنجا مرد. حتی به جنازه اش نرفت فرزندش، ای وای چقدر زیاد و بیش لبخندش. چندی نگذشت که این جوان هم پیر شد، از ضعفی جسم و جان خود دلگیر شد. یک پسرش ورا پرستار نبود، در خانه کسی بهره و غمخوار نبود. می گفت که پدر کاش روی از بر ما، با خود میبری این همه دردی سر ما. یک پسرش ورا تحمل نکرد، بردش به همان خانه تنهایی و سرد. از رنج و غم زیاد بشد دیوانه، رسوای ابد شد و از این ویرانه. آری تو اگر به والدینت چونی، در آخر عمر خیش چو یک مجنونی. این قصه اصل از قلم اقبال است، او جلوه نمای خرد و افعال است. دیدم جوانی که به مادر می گفت کی خواهی به زیر خانه قبرت خفت. واقعا امروز بسیارند فرزندهای گمراهی که به خاطر خرسندی زن، به خاطر رازگی زن خود، پدر یا مادر پیرانسال خود را که هر دو را به خانه پیرانسالان میگذارند، خود در عیش و عشرت زندگی میکنند. الله سبحانه و تعالی همگی ما و شما را در راه راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت فرمایه و اون فرزندهایی که پدر و مادر خود را در خانه پیرانسالان گذاشتند حالا هم وقت از آنجا آورده و حق فرزندی خود را به پررگی اجرا کنین، وگرنه وای بر حال شما که شما را نیز همین تقدیر انتظار است. الله سبحانه و تعالی کلی پدران مادران را عمری دراز و پربرکات نصیب روزه گرداند و ما فرزندان را حق فرزندی پر ادا کردن نصیب گرداند. و این برادر ما محمد اقبال رشته را الله سبحانه و تعالی در قلمشان برکت عطا فرماید که چنین مصرع های پندآمیز را برای ما و شما ایجاد کنند.